معرفی 3 نوع سکه 5000 ریالی جمهوری اسلامی ایران. 1. طرح حرم حضرت معصومه قم. ویژگی‌ها: نمای گنبد و چند مناره، معماری شاخص حرم، ضرب شده در دهه 1390 به عنوان سکه مناسبتی مذهبی به عنوان دومین حرم اهل بیت در ایران، زیارتگاه مهم شیعیان. 2. طرح حرم مطهر امام رضا مشهد. ویژگی‌ها: تصویر گنبد طلایی با مناره. اهمیت مذهبی: مهمترین مکان زیارتی در ایران و جهان تشیع. وضعیت کلکسیونی: نسبتاً پرتقاضا، به ویژه اگر سکه سالم و تمیز باشد. 3. سکه مناسبتی 50مین سالگرد تأسیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ویژگی‌ها: خط خوشنویسی در مرکز همراه با عبارت یاد بود. وضعیت کلکسیونی: کمیابتر از سکه‌های عادی 5000 ریالی و محبوب میان مجموعه‌داران تمبر و سکه. javidgallery.ir، مرجع تخصصی سکه و اسکناس کلکسیونی.